سوره فاتحه در مکه مکرمه نازل شده است و از 7 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. این سوره را سوره فاتحه می نامند، زیرا افتتاح قرآن عظیم از این سوره آغاز می شود و این سوره را سوره مثانی نیز می نامند، چون در هر رکعت نماز قرائت کرده می شود. این سوره دارای نام‌های دیگر هم هست، یعنی عبادت می کنم خواندن قرآن را به نام الله و به مدد او. الله نام پروردگار است، معنایش نیست معبود بر حق جز او. این نام از خاصترین نام الله است و این نام را بغیر او نام گذاریدن نمی شود. رحمان صاحب رحمت ما است که به آن صفت کرده شده است و رحمتش جمع خلق را فرا گرفته است. رحیم مهربان با مؤمنان. این دو نام از نامهای الله تعالی است که اثبات کردن صفت رحمت را در بر می گیرد. الحمد لله رب العالمین. ستایش الله را که پروردگار جهانیان است. حمد و ثنا بر الله بزرگ به صفاتهای کمالش و به نعمتهای آشکار و پنهانش، دینی و دنیویش. مضمون این آیت به امر دلالت می کند تا او را بندگانش حمد بگویند. تنها او سزاوار عبادت است، زیرا او آفریدگار خلق، قائم به امور آنها، با نعمتهایش تربیتگر جمع خلقش است و تربیتگر دوستانش است با ایمان و عمل صالح. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان. مالک یوم الدین. پادشاه روز جزاست. بغیر از او در روز قیامت هیچ پادشاه نیست و آن روز روز پاداش عمل هاست. این آیت برای نمازگزار در هر رکعت آگاه کننده است بر روز قیامت و مسلمان را به عمل صالح روانه می نماید و از عمل بد باز می دارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. ما تنها تو را عبادت می کنیم و در جمیع کارمان از تو یاری می جوییم. تمام امر از آن توست. هیچ کس مقدار ضرر از آن صاحب شده نمی تواند. این آیت دلیل است که بنده نمی تواند چیزی را از نوعهای عبادت برای غیر الله صرفه نماید، به مانند دعا، مدد جستن، ذبح، طواف. و این آیت نیز شفای دل هاست از بیماری های خودنمایی و خودپسندی. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت کن. ما را ارشاد و دلالت نما به راه مستقیم و توفیق فرما و بر آن استوار کن تا به دیدار تو مشرف شویم و این راه اسلام است. راه است که بنده را به رضایت الله و به جنتش می برد. بنده سعادتمند نمی شود تا مادامی که در این راه مستقیم نباشد. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راهی که آنها را نعمت داده ای، نه آن راهی که بر آنها
خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. راهی که تو نعمتهای خود را بر ایشان ارزانی نموده ای. از پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان که آنها را اهل هدایت و استقامتند و ما را نبر به آن راهی که تو بر آنها خشم گرفته ای. آنان کسانی بودند که حق را دانسته و بر آن عمل نمی کردند و آنها یهودی اند و نگردان ما را از کسانی که راه گم کرده اند. آنان کسانی اند که هدایت نیافتند و گمراه شدند و آنان نصرانی اند. این آیت شفا است برای قلب مسلمان از انکار حق، جهل و گمراهی. بزرگترین نعمتی که الله تعالی بر بندگانش ارزانی کرده است این اسلام است.